ما داشتیم دیتاهای مشتریای بانک صادرات ایران رو بررسی می‌کردیم که به نکات جالبی برخوردیم. مشتری 6 ماهه، 1 ساله و بالای 100 سال. این خانم که داریم میریم دیدنشون متولد 1270 هستن. ساکن یکی از شهرهای شهرستان رامسر. تو سیستم ما ایشون مسن‌ترین مشتریان بانک صادرات ایران هستن. ماما آقایان تشریف بیاردن با شما خواهن احوالپرسی بکنن از تهران و از افتخار ماستاش خانم مشتری بانک صادرات سالها. خیلی خوش آمدید. آرزوی سلامتی داریم برای شما. خوش آمدید. تشریف بیاردین. قدم شما بالا سر. آش خانم در واقع به عنوان مسن‌ترین مشتری ما خدمتشون رسید. خواهش می‌کنم. شما خودشون سلامتی. خدا سلامتی. میدونن که کشاورزی چقدر سخت بود، خانه‌داری چقدر سخت بود اون موقع، با اون زمان، با اون اقتصاد، با اون موقعیت. شعرم خانه بخونی، یه دو تا شعر بخون. چیزی شعر قدیمی شعر چیزی خانه بخونی بخون، بعد خانه فیلمبرداری بکنن. اول به خدای ربنا مینالم، دوم به علی شیر خدا مینالم، سوم که حسن زهر جفا اشتادن، چهارم به شهید کربلا مینالم. همه اردومندان قسمت دارن، همه قسمت دارن، آقایان قسمت دارن. نصیب همه بشه. آقای از این سفر معمول باید شما بگن الهی آمین. بگین الهی آمین. من میگم شما بگین الهی آمین. خب بخون. سفر معمور بود. همیشه پر از نعمت نور باد. لذت زمانه ضعفات در. از این سفر به صاحبش دور باد. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. ما هم بیامرز. یه عادتی داشت هر موقع میرفتیم پیشش به تمام بچه حالا بیشتر به من بود، مثلا ردخور نداشت که یه پولی به من نده، حالا یه 5 تومانی 10 تومانی میداد، میگه بابا این مثلا به عنوان خرجی. بانک صادراتی که در شعبه سادات شهر باز شده بود، اینا تنها مشتری های قدیم بودن که دفترچه داشتن که میرفتن خونه ها براشون دفترچه باز بگیرن با فانوس. ولی حاج خانم حسابشون داره، همونجور ادامه میده. قرض‌الحسنه داره که الان اون یارانه و نمیدونم سود سهام، عدالت و این چیزا براشون واریز میشه. حضوری ایشان برای ما نعمته که ما دعا میکنیم که انشالله وجودش سالم باشه. همه مادرهاییم که رفتن روحشون شاد باشه انشالله. دست شما داد نکنه، ایشالله شما قدم تازگار باشه انشالله. سلامت. 7 6 5 4 3 2 انشالله. ممنونیم از همه شما. ممنونم. بانک صادرات ایران در خدمت مردم.